که تو برن و از ارسالش استفاده کنن. مهدی ترابی ارسالش انجام میده رو دروازه و تو بیکه اونجا یه تیکه تبدیل به گل میشه. مهدی ترابی نتیجه بازی رو 1-0 میکنه. چه ضربه ای زد و پیام نیازمند که تسلیم میشه سر این ضربه. فکر کنم فکرش هم نمیکرد توپ مستقیم بیاد به سمت چارچوب. تراکتور 1 پرسپولیس 0. موجی از شادی روی سکوها برای هوادارهای این تیم. البته دل میلیون ها هوادار این تیم هم شاد و خوشحاله برای این ضربه فوق‌العاده مهدی ترابی. باید برگردیم ببینیم تصویر آهسته رو تا ببینیم که چجوری توپ ترابی گل شد. این ضربه به سمت چارچوب عالی بود، خیلی عالی بود. نیازمندم هر چقدر گام رو بقب برداشت نتونست توپ رو بگیره و توپی که مستقیم رفت و به تور رسید تا بازی 1-0 بشه. ببینید در تصویر آهسته این توپی که اومد و اینجوری در دروازه قرار گرفت. تراکتور 1